دریا آن شب بوی مرگ میداد. کشتی بزرگ در میان امواج خروشان کمر خم کرده بود و فریاد فلز و آب گوش فلک را کر می‌کرد. سیاوش و میترا در میان هیاهوی مسافران وحشت زده بر روی عرشه لرزان ایستاده بودند. باد سردی می‌وزید و چراغ‌های کشتی یکی یکی خاموش می‌شدند. آنها به هم خیره شده بودند. گویی تمام خاطرات سالهای مشترکشان در یک لحظه از مقابل چشمانشان می‌گذشت. قایق نجات به پایین فرستاده شد، اما ملوان با صدای لرزان فریاد زد: فقط یک جای خالی مانده است. فقط یک نفر دیگر می‌تواند سوار شود. سیاوش با تردید به قایق نگاه کرد. در آن لحظه هولناک میترا با قدرتی غیر منتظره همسرش را به سمت قایق هل داد و فریاد زد: برو سیاوش، برو، مراقب دخترمون باش. سیاوش در میان اشک و ناله سوار قایق شد. در آخرین لحظه میترا کفش‌های راحتیش را که به دلیل خیس شدن درآورده بود به داخل قایق پرتاب کرد. قایق از کشتی دور شد و سیاوش تنها توانست سایه همسرش را ببیند که در تاریکی اقیانوس آرام ایستاده بود و برایش دست تکان می‌داد. آن کفش‌های کوچک تنها چیزی بود که از میترا برای او باقی ماند. سالها گذشت. آوا دختر آنها بزرگ شد، اما همیشه با سایه آن شب زندگی می‌کرد. او نمی‌توانست پدرش را ببخشد. از نظر او سیاوش مردی ترسو بود که در حساس‌ترین لحظه همسرش را در میان شعله‌ها و آب رها کرده بود تا جان خودش را نجات دهد. رابطه آنها سرد و لبریز از سکوت‌های طولانی بود. سیاوش در تنهایی سکوت از دنیا رفت. پس از مراسم تدفین، آوا در حال مرتب کردن اتاق قدیمی پدرش بود که به صندوقچه چوبی در گوشه کمد برخورد. درون صندوقچه همان کفش‌های قدیمی و فرسوده و همراه یک دفترچه خاطرات با جلدی پارچه‌ای قرار داشت. دفترچه‌ای که متعلق به مادرش میترا بود. آوا با انگشتانی لرزان دفترچه را باز کرد. تاریخ‌ها به ماه‌ها قبل از آن حادثه شوم برمیگشت. میترا در صفحات ابتدایی از دردهای پنهانی نوشته بود که هیچگاه به سیاوش نگفته بود. او از ملاقات‌های مخفیانه با پزشکان نوشته بود و حقیقتی تلخ که مثل خور جانش را می‌خورد. در یکی از صفحات میترا نوشته بود: دکتر امروز تیر خلاص را زد. بیماری به ریه هایم رسیده و بیش از چند ماه فرصت ندارم. سیاوش نباید بفهمد. او تحمل این قصه را ندارد. من باید تا آخرین لحظه برای او و آوا قوی بمانم. آوا با خواندن این کلمات نفس در سینه‌اش حبس شد. آخرین یادداشت دفترچه درست یک شب قبل از سفر دریایی نوشته شده بود. اگر اتفاقی افتاد من باید بروم. من در هر صورت رفتنی هستم، اما سیاوش باید بماند. آوا به یک پناهگاه نیاز دارد، به کسی که راه و رسم زندگی را به او بیاموزد. او نباید یتیم شود. من از سیاوش خواهم خواست که اگر مجبور شدیم او خودش را نجات دهد. آوا به لب دریا رفت. خورشید در حال غروب بود و آسمان به رنگ نارنجی و بنفش در آمده بود. او دفترچه را در آغوش گرفت و به افق خیره شد. حالا دیگر می دانست که آن کفش‌های جامانده در قایق نه نشانه فرار، بلکه نماد بزرگترین فداکاری بود که یک زن برای خانواده‌اش و یک مرد برای عشقش انجام داده بود.